برای استفاده از نرم افزار تیم ویور بعد از اون که اون رو دانلود کردید روی فایل اون کلیک راست میکنید و گزینه ران از ادمنستریتور رو انتخاب میکنیم. وقتی نرم افزار باز شد ما هم میتونیم نرم افزار رو نصب بکنیم و یا اینکه نرم افزار رو بدون که نصب بکنیم اجراش بکنیم و از امکاناتش استفاده بکنیم. خب ما اینجا نرم افزار رو نمیخوایم روی سیستم نصب بکنیم و فقط میخوایم اجراش بکنیم. از قسمت اول گزینه سوم و از قسمت دوم گزینه دوم رو انتخاب میکنیم و کلید اکسپت رو کلیک میکنیم. صفحه ابتدایی خوش آمدگویی نرم افزار باز میشه که نحوه کار با نرم افزار رو به ما یاد میده که خب زیاد باش کار نداریم. کلوز رو کلیک میکنیم. خب قسمت اصلی ماجرا اینجاست. شما یک آیدی دارین که منحصر به فرد خودتون هست و یک پسورد. برای اینکه اون شخصی که طرف مقابل شما هست و شما میخواید که به کامپیوتر یا رایانه شما متصل بشه و تنظیمات رو روی سیستم شما انجام بده، شما باید آیدیتون و پسوردتون رو در اختیار اون شخص قرار بدید، حالا با تلفن یا با ایمیل یا هر وسیله ارتباطی دیگه. پس شما باید کدهای نوشته شده در قسمت یور آیدی و پسورد رو در اختیار اون شخص قرار بدید تا اون شخص به رایانه شما متصل بشه.